کار بسیار بزرگی که سالهای قبل باید میشد، حرفی زده میشد، عمل نمیشد. این دفعه دیگه دولت و مجلس شجاعانه آمدن به میدان این کار بسیار اساسی و واقعا موجب تحول اقتصادی. وضع اقتصادیمون وضع مشخصی بشه که بشه اطمینان کرد برای آینده قابل ادامه است. این وضعی که ما داریم چند سال دیگه به بنبست برمیخوریم. البته باید کاری بکنن که شوش وارد نشه. افکار عمومی، نخبگان، مردم باید حتما توجیه بشن. نظارت بر کار باید بشه. حالا وقتی که مصوبش تمام شد و از تصمیم مجلس گذشت، باید نظارت بر اجرای کار باشه. تو اجرا مشکل پیدا نکنیم، متوقف نشه کار.